یک ساکن 37 ساله شهر استرافشان برای قتل همسرش در حالت مستی 20 سال روانه زندان شده است. گفته می شود این مرد همسرش را برای اطاعت نکردن به امر او و نایستادن در جایی که او امرش داده بود زده کشته است. روز 2 ینور سال 2023 از دادگاه ولایت سوخت به از پلیس اطلاع دادند که باودین نصراللهیف با حکم دادگاه مذکور از 17 نوامبر سال 2022 با جرم آدمکشی گناهکار دانسته شد. گفته می شود که سبب قتل همسر از جانب شوهر تا 2 ساعت بیدرک شدن او بوده است. او ماه آگوست سال 2022 با همسرش اغلای پولاتووا به بازار مرکزی شهر استرافشان رفته برای خریداری آب نوشاکی به مغازه می درآیند. بعد برآمدن در جایی که گفته بود همسرش باید ایستد او را نیفته به غضب شده مشروبات می نوشد و به خانه آمده همسرش را نمی یابد. نقل کرد رفت حادثه را منبع از پلیس از دادگاه ولایت سوخت. به گفته منبع بعد اون که همسرش به خانه می آید بهاودین نصراللهیف او را پرسجو کرده تا از اوش رفتن لطکوب می کند و بعدا بوغی کرده می کشد. گفتن از این نهاد. به تاکید منبع بهاودین نصراللهیف با مقصد پنهان کردن عملش سر و لباس خونالود همسرش را عوض کرده یک روز پس والدان مرحوم را آگاه کرده است که گویا دخترشان با مرگ خود فوتیده است، ولی خلاصه اکسپرتیزی سعودی معلوم کرده است که او از لطکوب و بوغی کنی فوتیده است. یادآور میشم که امسال در تاجیکستان 10 جنایت کشتار از جمله کشتار زن از جانب شوهر و دیگر اعضای خانواده ها رخ میدهد. از جمله 28 نوامبر سال 2022 در ناحیه ظفرآباد ذاکر اعظموف همسرش فیروزه اعظمووا و پسرچه 9 سالش را با بیرحمی مخصوص کشته جسد آنها را آتش زده بود. همچنین چند پیش داستانی کل تاجیکستان خبر داد که یک ساکن شهر راغون برای قتل بیرحمانه همسرش به 19 سال و 4 ماه روانه زندان شد.